اینک سال 2015 هم به آخر رسید و ما وارد سال نو شدیم. هر کشوری هنگام ورود به سال نو تمام کامیابی ها، فراز و نشیبی ها، دستاورد و کوتاهی های یک سال گذشته را مورد بررسی قرار داده نتیجه گیری می کند که آیا سال پربار را پشت سر کردیم یا خیر. هر یک کشوری که اراده قوی پیشرفت دارد و از پی ترقیات جامعه مدنی است، همیشه تحلیل و اندیشه قشر کارشناس جامعه را به نظر می گیرد تا که تصمیم گیری ها در سال جدید برای مدیریت کشور آگاهانه و سنجیده به عمل آید و هم سهو و اشتباه ها تکراری نباشند. بنابر ما هم از کارشناسان سوال کردیم سال سپری شده برای کشور ما چی آورد و چی برد؟ یعنی چی پیشروی های و چی کمبودی های داشتیم؟ همین لحظه چندی از نظر و تحلیل ایده از کارشناسان درباره برد و باخت های کشور تاجیکستان پیشکش شماست. همه ساله از من سوال میکنند که تاجیکستان در یک سال سپری شده چی برد داشت و چی باخت. من که یک شخص ریالیستی هستم، همیشه کوشش میکنم که به همه پهلوهایی که تاجیکستان در یک سال از دست داد و یا به دست آورد واقع بینانه بها دهم و همیشه یک توازن حاصل میشد که قریب که گویم برابر و عادلانه بود. اما این سال هرچند کوشش کردم که یک سال سپری شده تاجیکستان را با همه دستاوردهایش و کمبودیش به یاد آورم، اما هیچ بردی که به نفع دولت و ملت باشد پیدا نکردم. البته بود، دستاورد هم بود، اما این تنها برای حکومت بود. حکومت در سال 2015 برد کرد، یعنی خواسته حکومت برآورده شد. هرچی که حکومت خواست آن اجرا شد. شروع از سال نو 2015 که این معرکه انتخابات پارلمانی بود و اخیراً در نتیجه مبارزه های گویم حزبی و گروهی به پارلمان مخالفین راه نیافت. امروز عملاً حکومت مخالفین ندارد. حکومتی که مخالفین ندارد این خطر دارد، زیرا گروه های منفعت جوی بهر نایل گردیدن به منصب و مقام تنها به ستایش داده شده از کمبودی های ساحه لب نمی‌گشایند. اصلا حضور مخالفین این یک گروی رشد دولتداری می باشد. در سیاست بیرونه باشد موقع تاجیکستان بین روسیه و چین نامعین باقی ماند. گرچنده روسیه را ما سالهای زیاد شریک استراتژی اعتراف نمودیم، اما امسال ما از چین امید کلان داریم، یعنی حکومت از چین امید روابط پولی و مالی و سرمایه بزرگ را منتظر است. اما تا امروز موقع سیاسی تاجیکستان بین این دو دولت‌های ابرقدرت ناروشن باقی ماند. تاجیکستان در این سال هم به یک کشوری وارد کننده باقی ماند. صادرات براه مانده نشد. یعنی استحصالات چون پیشتره به کار ندارآمد. چند عدد کارخانه های استحصالی که با اشتراک پرزیدنت افتتاح بخشیده شد، بعد 2-3 ماه فعالیت آنها عملا از فعالیت باز ماندند. فکر میکنم با سبب فساد مالی و نبودن یک اندازبندی منتظم آنها از کار ماندند. مسائل مهاجرت تا امروز حل خود را نیافت. در سال 2015 خیلی شمار زیادی ملت ما در بیرون از جمهوری مهاجران کشته شدند. فکر میکنم که در سالهای سپری شده اینقدر دهشتناک نبود، چخیل که در سال 2015 مهاجران ما با یک قطار مشکلی های
سیاسی و اقتصادی و حقوقی روبرو شدند. بنابر همین تا امروز مهاجران ما بیرون از جمهوری عملا به حمایه دولت باقی موندند. گرچنده در پایتخت خیلی زیاد بناهای سیر آشیانه زمانوی منزل زیست بنیاد گردیدند، هنوز ارزش این منزل ها گران بوده. مردم دسترسی آزاد برای خریدن منزل زیست ندارند. خود قضاوت کنید که نرخ خانه در دوشنبه از شهرهای مسکو و نیویورک و استانبول گرانترند. هرچند گوییم در این سال نقب استقلال تعمیر شد، اما هنوز پورا به اتمام نرسیده است و گوییم که من سال آخر شد ولی اون وعده که حکومت داده بود به اجرا نرسید. رعایت نگردیدن حقوق انسان، شکنجه بازداشت شدگان، حکم‌های غیر عادلانه، با بهانه گوی مبارزه علیه تروریسم محکوم شدن ده شخصان بیگناه و صدها نفر که مورد شکنجه شدید قرار گرفتند، این همه در یک سال سپری شده جای داشت که فکر میکنم سالهای گذشته از این قدر بیرحمی و گوییم سندهای سودی ناعادلانه اینقدر شماری زیاد وجود نداشتند. فساد، طمع‌جویی، قتل و کشتار، اصلا نظام جنایتکاری در جمهوری در یک سال سپری شده زیاد شدند. گوییم که نه اینکه بازداشت شدگان، حتی شکنجه مردم که از جانب منصبداران و مقامات ها جای داشت یگان وقت تا این درجه نرسیده بود. باز هم در یک سال ما تنها به آماربازی مشغول بودیم. یعنی امروز اصلا در تاجیکستان عنعنه شده است که بیشتر متوجه به آمار می باشند و با همین پیشنهاد نمودن آمارهای بددروغ رهبر دولت و مقامات‌های عالی کشور را باور میکنند که در محل‌ها فلان کارها به انجام رسانده شدند، لیکن در عمل این همه آنها واقعیت ندارند. اندازبندی سنئی باشد از باعثی از فعالیت بازماندن صاحبکاران زیاد گردید. خود ببینید که برای اجرا نمودن نقشه انداز همه راه و وسیله و واسطه را استفاده بردند. یعنی مقامات انداز با ترتیب دادن سندهای سنئی به مبلغ میلیون ها سامانی صاحبکاران را جریمه نمودند که اخیراً باعثی از فعالیت بازماندن این صاحبکاران گردید که این خیلی ضرری جدی به اقتصادیات جمهوری می باشد. در یک سال گذشته گوییم با بهانه بحران اقتصادی 65% وارد شوی مبلغ پولی از مهاجران کم گردید. یعنی 2 میلیارد دلار به تاجیکستان از مهاجران بیرونه وارد نگردیدند. این هم یک ضربه سخت برای اقتصادیات تاجیکستان می باشد. بنابراین فکر می کنم که این رویخط انتها ندارد و اصلا سال 2015 رو من یکی از سالهای وزنینترین در گوییم امور دولتداری 24 ساله تاجیکستان حساب میکنم. در سال 2015 پارلمان تاجیکستان در جهان رکورد گذاشت، گوییم هم خطا نمیکنیم. هر چیزی که به پارلمان پیشنهاد شد آنها قبول نمودند. ببینید که تغییر و علاوه ها به قانون درباره اتحادیه های جمعیتی که با بهانه سنجیدن اندازبندی امروز عملا تمام فعالیت تشکیلات های جمعیتی مورد سنجش قرار می گیرند و این رو گویا که بهانه کردن که این گویا با سبب پیشگیری جنایت ها علیه تروریسم باشد. همچنین در سال 2015 قانون جمهوری تاجیکستان درباره ادوکاتور و فعالیت ادوکات ها را
قبول نمودن که اون باعث اون گردید که من مطمئنم که هزارها حقوقشناسان امسال بیکار میمونن، چون یک تشکیلات جمعیتی رو برده زیر اطاعت مقامات دولتی یعنی وزارت عدلیه واگذار نمودن. در این سال بستن فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اعلان نمودن این حزب همچون یک حزب تروریستی افراطی، من فکر میکنم این خطای بزرگ بود. اصلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در چارچوب قانون فعالیتش را براه مانده بود و یک حزب معتدل بود، گرچند حزب مخالفین بود لیکن معتدل بود و نماینده هایش در پارلمان خیلی فعال بودند و امروز با بستن این حزب هیچگاه تاجیکستان بود نخواهد کرد، زیرا برعکس اکنون افراطی ها، عمل های افراطی اوج میگیرد و کسی که با این قرار حکومت راضی نیست آنها فعالیت خود را میتوانند مخفی ادامه دهند و حبس کردن چند نفر فعالان این حزب هم اصلا این یک سیاست نادرست بود. یا اینکه گوییم از بعض عملهای غیر عادلانه و اون جنگ و جنجال هایی که نسبت به روحانیان و گوییم شخصانی که پیروی دین اسلام هستند یا دینداران هستند آنها رو پیگیری نموده در پس پرده گوییم برخی از گروه ها با مقصدی به رسیدن به هدف های خود نام اسلام را سیاه کردند و در نتیجه از این عمل های غیر عادلانه ببینید که یک پالکونیک میلیتسا به دولت اسلامی پیوست، این یک کمبودی وزارت کارهای داخلی بود. یا اینکه معاون وزیر دفاع اسیان برداشت، امروز گرچند حالا حکم سودی نیست موجود نیست، ما دقیقاً تروریست و خیانتکار گفته نمیتوانیم. علاقه این هم یک کمبودی مقامات هست که من فکر میکنم از همین عمل و قرار و سندهای غیر عادلانه آنها به شاید عملهای افراطی و تروریستی دست زدند. همچنین نگفته نمانم که در سال 2015 پارلمان تاجیکستان پیشنهاد چند نفر گویم فعالان جامعه را درباره اعتراف نمودن پیشوای ملی یعنی امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملی اعتراف کرده شود از جانب پارلمان قبول گردید و امروز خود پرزیدنت امضا کرد و مورد عمل این قانون قرار گرفت. من فکر میکنم که این قانون عاقبت‌های ناخوش دارد. کسی که به چنین عمل دست زد و اصلا همه اندیشه به مغز سری کسی که آمد و پیش از همه دشمن رقم یکی خودی پرزیدنت می باشد. برای آن که شاید کسی که این اندیشه رو پیشنهاد کرد و یک صمیمی نبود و با مقصدی گوییم نشان دادن صادق بودن خود در نزد رهبری دولت و با این کرسی و وظیفه خود بود، اما فکر نکرد که ما در یک دولت دموکراتی زندگی میکنیم. طبق سرقانون ما کشور خود را همچون یک دولت دموکراتی اعلان نمودیم و اصلا از همه مقام بلند مقام عالی این پرزیدنت است. در تمام روی دنیا از پرزیدنت دیده دیگر مقام عالی مقام بالا وجود ندارد.